بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. اینکه درس خود را به عون الله سبحانه و تعالی دوام میدهیم از رساله 40 حدیث از آن امام نووی، یعنی ابو زکریا محی الدین یحیی ابن شرف نووی الله رحمتش کند. درس امروزی ما آغاز می‌یابد تحت حدیث الحديث الثامن عشر، یعنی حدیث 18. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. این حدیث گرچنده که ضعیف هم باشد معناش انشاءالله درست است. خب حدیث 18 از معاذ از ابو ذر، از ابو ذر جندب بن جناده و ابو عبدالرحمن معاذ بن جبل رضی الله عنهما روایت میکنند که پیغمبری الله صلی الله علیه و علی آله و سلم چنین گفت: اتق الله حیثما کنت و اتبع السیئة الحسنه تمحها و خالق الناس بخلق حسن. یعنی هر جایی که باشی از الله بترس، تقوا کن و پس از هر بدی خوبی انجام ده تا آن را محو کند، نیست کند و با خلق نیک با مردم رفتار کن. این حدیث ترمذی روایت کرد و گفته است که حدیث حسن است و در بعضی نسخه ها گفته است که حدیث حسن و صحیح آمده است. اگر بارک الله فیکم اهمیت دادگی باشه، در همین حدیث 3 جمله آمده استاد است، 3 پند آمده استاد است. در جمله یکم پیغمبری الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که اتق الله حیث ما کنت و اتبع السیئة الحسنه تمحها و خالق الناس بخلق حسن. یعنی از الله تقوا کن در کجا که نباشی. این معامله بین خود و الله مینامد. این چی میگوین؟ این یک نصیحت، یک پند است که بین شما و بین الله. بنابراین پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که از الله تقوا کن در کجا که نباشی. یعنی الله را اعتبار ده. مردم نه یک کس میبیند نمیبیند کاردار نشد. اتق الله، از الله تقوا بکن هر جا که نباشی، در کجا که نباشی. خب تقوا معناش در درس‌های گذشته گفتیم که فرمانهای الله را به جا آوردن و از منع کرده هاش کنار شدن را تقوا مینامند. اکنون بین خودتان و بین نفستان در دویم جمله می‌فرماید که و اتبع السیئة الحسنه تمحها، یعنی و پس از هر بدی خوبی انجام ده. یک کاری گناه کردی، در جان خودت ظلم کردگی میشه، برای خاطر اکنون این ظلم از جانت برداشتن، از نفست برداشتن، باید که پس از این کاری بد که از تو صادر شده است یکون کاری نیک کنی که به طفیل این کاری نیکت، کاری بدیت را، این ظلم از تو برداشته شود. این معامله بین خودتان و نفس خودتان. اتق الله حیث ما کنت، بین شما و بین الله، و اتبع سیئة الحسنه تمحها، این بین خودی بنده و نفسی آن است.
اکنون در سوم جمله پیغمبر الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد که و خالق الناس بخلق حسن، و با مردم با اخلاق پسندیده، با اخلاق خوب رفتار بکن. این اکنون معامله بین خود شما و بین دیگر مردم. انسان آن وقت میتواند معامله خوب کند با مردم با اخلاق پسندیده وقتی که باید نسبت به جان خودش، نفس خودش معامله خوب دارد، ظالم در حق خود نمی باشد. و آن وقت انسان میتواند که در جان خود ظلم نکند، معامله خوب کند، رفتار خوب کند، هم به خود و هم به مردم، وقتی که در کجا که نباشد تقوای الله را رعایت کند. بارک الله فیکم. از همین لحاظ اون کسانی را که میبینید که بین خود و مردم معامله خوب ندارن، بین خود و جان خودشان معامله خوب ندارن، کمبودی ایشان در چی است؟ در تقوای الله حق سبحانه و تعالی می باشد. بنابراین از الله سبحانه و تعالی مسئله داریم که الله سبحانه و تعالی ما و شما را توفیق بخشد که ما در کجا که نباشیم تقوای او را رعایت کنیم و پس از بدیه که از ما صادر شود یگان نیکی را انجام دهیم که باعث رفتن اون چه داغی بدی باشد و به ما نیز توفیق باشد که ما به مردم با اخلاق پسندیده رفتار کنیم. نعم. الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحیح. اساسا همون حدیثی که از ابو ذر جندب ابن جناده روایت میکنن در اصل ضعیف است، اما که روایتی که از طریق ابو عبدالرحمن معاذ بن جبل آمده است اینم صحیح گیره میگه چه حدیثی مرسل می باشد ولی معناش درست می باشد. نکتفی. و صلی اللهم وسلم على نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.